سلام دوست من. امروز میخوام از یه آدم خاص برات بگم، یه هنرمند که توی دنیای رپ فارسی حسابی سر و صدا کرده. اسمش پوریاست، پوریا بشیری، ولی تو احتمالاً اون رو با اسم هنریش میشناسی، گادپوری. داستان زندگیش از شمال ایران، از استان گیلان شروع میشه، جایی که این هنرمند 28 ساله به دنیا اومد و هنوز هم تو هوای مرطوب و پر از مه شمال زندگی میکنه. از همون بچگی پوریا با بچه‌های دیگه فرق داشت. وقتی همه دنبال فوتبال و بازی‌های کوچه‌ای بودن، پوریا تو دنیای خودش غرق بود. دنیایی پر از کلمات، ریتم‌ها و احساسات. تو مدرسه شاید شاگرد اول نبود، اما همیشه ایده‌های عجیب و غریبی تو ذهنش داشت که بعداً تو آهنگ‌هاش جا باز کردن. وقتی اولین بار با رپ آشنا شد، انگار یه چیزی تو وجودش روشن شد. رپ براش فقط یه سبک موسیقی نبود، یه راه بود برای گفتن حرفایی که شاید هیچ وقت نمیتونست با صدای بلند بگه. اولین آهنگاش تو همون محله‌شون تو گیلان ضبط شد، با وسایلی ساده و ابتدایی. ولی اگه اون روزها میدیدیش، یه چیز مشخص بود: پوریا یه رویا داشت. زندگیش همیشه هم آسون نبود. گادپوری بارها تو مسیرش شکست خورد. بعضی وقتا تو استدیوی کوچکش ساعت‌ها می‌نشست و کار می‌کرد. اما وقتی کارش رو به بقیه نشون میداد، خیلی‌ها مسخرش می‌کردن. میگفتن این دیگه چیه؟ ولی اون هیچ وقت دست نکشید. میگفت این صدامه، این حقیقت منه. کم کم صداش شنیده شد. آهنگاش از دردها و شادیهای واقعی میگفت، از زندگی تو کوچه پس کوچه ها، از آرزوهای ساده و از چیزایی که خیلی‌ها حسش کرده بودن ولی جرأت گفتنش رو نداشتن. تو هر آهنگش یه چیزی هست که انگار مستقیم به دل آدم میشینه. امروز گاتپوری یه اسم شناخته شده است. آهنگاش نه تنها تو گیلان بلکه تو کل ایران طرفدار داره. ولی جالب اینه که با وجود این موفقیت‌ها هنوز هم همون آدم ساده و خاکی گیلانه. میگه اینجا خونمه، اینجا هواییه که نفس میکشم و پر از الهامه. داستان گاتپوری فقط داستان یه خواننده نیست، داستان یه جوونیه که با عشق و تلاش خودش رو به جایی رسون که خیلی‌ها فقط خوابش رو میبینن. اگه به آهنگاش گوش بدی، شاید تو هم بخشی از رویاهاش رو حس کنی. این بود قصه زندگی گاتپوری. تا دفعه بعد مراقب رویاهات باش.